راننده ماشین گرانبهای لامبورگینی که شب 7 نوامبر در میدان دوستی در روبروی بنای پارلمان تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه با یک ماشین تویوتا کمری برخورد، پسر حاج امیرالله اسدالله دادر عروس پرزیدنت و رئیس سابق شهر بختر بوده است. با گفته منابع پایگاه خبری بامداد، در بازرسی دولتی اتومبیلی کارمندان این نهاد در صدمه راننده لامبورگینی را گناهکار برآوردند و او هم به یگان اعتراض عیب وی بودن این صدمه را به گردن گرفت. وعده داد است که ماشین تویوتا را هم درست کرده می‌آید. این منبع گفت ماشین تویوتا کو بخیر است، ولی لامبورگینی یگان 60-70 هزار دلارش میپرد، چون که همه قسمای احتیاطیش را باید یک تا از خارج کشور فرمایش دهند. در پی آن صدمه بسیاری ها از آن اظهار نگرانی کرده بودند که اگر صدمه با عیب راننده تویوتا روی داده باشد پس کپایش سوخت، زیرا ماشین لامبورگینی 250 هزار دلار ارزش دارد. منبع دیگری بامداد گفت 4 ماشین تمغه لامبورگینی نرخ عمومیشان 1 میلیون دلار حاج امیرالله اسدالله و فرزندانش به تاجیکستان آورده 3 تایش را فروخته، یکیش را برای خود نگاه داشته بودند. امیرالله اسدالله سال 1969 به دنیا آمده، مشق شعر هم میکند و چند مجموعه اشعارش چاپ شده است. او سالهای پیش در کارپوراسیون رشد ختلان، یکی از بزرگترین گروه‌های تجارتی فعال در جنوب تاجیکستان کار میکرد. امیرالله اسدالله سال 2010 رئیس ناحیه جلال الدین بلخی و سال 2014 شهردار بختر مرکز ولایت ختلان تعیین شد، ولی 30 می سال 2017 پرزیدنت امامعلی رحمان او را از این مقام برکنار کرد. سالهای آخر حاج امیرالله به تجارت مشغول است و دیگر به یگان منصب تعیین نشد.